بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بینندگان ارجمند و گرامی، بار دیگر با برنامه دیگر از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه خدمت شما عزیزان و گرامیان هستم و قبل از همه خدمت تک تک شما سروران و گرامیان عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم و امیدوارم که از نعمات بیکران الهی برخوردار و بهره‌مند بوده باشید. به اجازه شما عزیزان خدمت جناب استاد عبدالرحمن فاتح کارشناس برنامه نیز عرض سلام و ادب و خوش آمدید دارم. جناب استاد فاتح سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی در هر گوشه از دنیا که هستن عرض سلام و ادب دارم و در خدمت شما هستم. سلامت باشین استاد فاتح گرامی. خب بینندگان گرامی، اگر به خاطر داشته باشید ما طی دو برنامه گذشته وقت بحثمان را پیرامون بررسی متنی اناجیل چهارگانه آغاز کردیم. در ارتباط به تناقضات موجود در اناجیل چهارگانه بحث نمودیم و طی دو جلسه گذشته تقریبا به 11 مورد از تناقضات پرداختیم که البته تناقضات زیاده هست و انشاءالله در این برنامه نیز برخی از این تناقضات را بیان میکنیم و بعد از آن انشاءالله پیرامون بقیه موضوعات و مباحثی که در این برنامه در نظر گرفته شده خواهیم پرداخت. خوب، اگر به یاد داشته باشید ما در برنامه گذشته دقیقاً در جلسه گذشته به 5 مورد اشاره کردیم. البته مواردی که در جلسه ما قبل گذشته به آن پرداختیم، یکی از موارد تناقض در نسب حضرت عیسی علیه السلام است که دیگه تناقض درباره یحیی که آیا همان یحیی همان الیاس نبی است یا خیر، تناقض در مورد توصیه عیسی علیه السلام به شاگردانش و تناقض در مورد زنی که برای دخترش از عیسی علیه السلام طالب شفا شد که آیا زن کنعانی بود یا اینکه یونانی فینیقی اهل سوریه، و همچنین تناقض در مورد اسمای شاگردان عیسی و مورد ششم تناقض در مورد تعداد کسانی که گفته می شود عیسی علیه السلام را بعد از زنده شدن دیدند. البته تفاصیل این موضوع را به صورت مشرح در جلسه ما قبل گذشته پرداختیم و در جلسه گذشته هفتمین تناقضی که با آن اشاره شد تناقض در مورد بقای عیسی علیه السلام به مدت 3 روز در قبر بود که بیان کردیم که در میان انجیل متی و انجیل مرقس تناقضات زیادی است. در برنامه گذشته البته به تفصیلات این موضوع اشاره کردیم و همچنین تناقض هشتم در مورد اینکه آیا عیسی علیه السلام تنها به سوی بنی اسرائیل فرستاده شدند یا به سوی همه، که به این موضوع نیز به تفصیل اشاره شد. و همچنین تناقض نهم تناقض در مورد بقای شاگردان عیسی علیه السلام بعد از ایشان در اورشلیم است که البته انجیل مرقس میگه که برای تبلیغ به سراسر کره خاکی منتشر شدن، اما انجیل لوقا میگه که نه، به اورشلیم رفتند و در آنجا
همواره به عبادت مشغول شدند. و مورد دهم یا تناقض دهم داستان به صلیب کشیده شدن دو دزد همراه با عیسی علیه السلام بود. و 11مین موردی که در برنامه گذشته به آن اشاره شد، البته 11مین مورد از تناقضاتی که در اناجیل چهارگانه وجود داره، این بود که آیا عیسی علیه السلام به هنگام به صلیب کشیده شدن، البته به تعبیر نصرانی ها، از خداوند شکایت کردند یا خود را تسلیم به قول آنها تسلیم پدرشان کردند. خب به این موارد البته به تفصیل طی دو جلسه گذشته اشارات داشتیم و کسانی که مایل هستند به تفصیلات این موضوع پی ببرند و از جزئیاتش مطلع آگاهند میتونند در یوتیوب به دو قسمت گذشته مراجعه کنند. حالا میپردازیم به بقیه موارد تناقضات موجود در اناجیل چهارگانه، چه انجیل متی باشه، چه لوقا، چه یوحنا و چه انجیل مرقس. جناب استاد فاتح در خدمت شماست. جزاکم الله خیر. تشکر از شما. سلامت باشه. پیرامون این موضوع به هر حال بحث تناقضات یا بحث اختلافاتی که در اناجیل وجود داره یا به صورت گسترده تر بگین در عهد جدید وجود داره در حقیقت زیاده، چنانچه ما به 11 مورد تا حالا اشاره کردیم و باز هم تاکید میکنم که برخی از علما خاصتا در این مورد کتاب نوشتن و کتاب مقدس را به صورت کلی، حالا چی تورات و ملحقات آن باشه و چی اناجیل چهارگانه و ملحقات آن باشه و به صورت کلی عهد قدیم و عهد جدید را مورد کنکاش قرار دادن و در حقیقت آن را بررسی کردن و زیر نقد رفته و مسائل و تناقضات و اختلافات در آن وجود داره. و علت هم که ما اینها را بیان میکنیم اینه که اولا تا اینکه اتمام حجتی بشه به کسانی که خودشان را اهل حق میدانند و ثانیا یک اصطلاح عربی داریم ما، یک قاعده علمی هست که میگه تعرف الاشیاء باضدادها، هر چیز به ضد خود شناخته میشه. یعنی وقتی ما میایم این تناقضات را میگیم، باز قداست قرآن کریم و قداست وحی که از جانب الله متعال به پیامبر صلی الله علیه و سلم فرستاده شده، این جایگاه و این مکانت برای ما معلوم میشه. شما ببینین خیلی واقعا جالبه، الله متعال در قرآن کریم چی میگه؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اگر این قرآن از جانب غیر الله می بود شما در آن اختلافات میافتین. حالا ما هم که در این اختلافات میابین، این قاعده ای که قرآن به ما میده اینه که این از جانب خدا نیست. اگر از جانب الله متعال می بود این اختلافات در آن وجود نداشت. و در حقیقت هدف ما هم از بیان این موارد همینه که ما در حقیقت برای فرد مسلمان بگین که تو در چی جایگاه وجود داری و همچنین از جهت دیگه اتمام حجت بشه به کسانی که خودشان را پیروان عیسی مسیح میدانند و به تعبیر خودشان یا به اصطلاح خودشان میگن که ما پیرو انجیل هستیم یا کتاب مقدس هستیم. به هر صورت علمای در این مورد کتابها نوشتن و نقد کردن این کتاب را، از جمله کتابی که در حقیقت خیلی معروف و مشهور در عصر حاضر ما به زبان عربی، کتاب اظهار الحق شیخ رحمت الله هندی هست که واقعا کتاب بسیار مفیدیه و در این موارد یعنی در حقیقت زحمت کشیده و موارد مختلف، یعنی در کتاب مقدس اصلا یک باب گذاشته بر تناقضاتی که در کتاب مقدس وجود داره. باز آمده 79 مورد را فقط خاص پیرامون عهد جدید یا اناجیل چهارگانه در حقیقت نوشته. این خیلی جالبه. و همچون کتاب های دیگری هم نوشته شده بوده، هم در گذشته و هم در حال که بعضی از علما نوشتن، ولی متاسفانه باید بگین که غنایی که در کتابخانه عربی وجود داره در فارسی نیست. ای کاش در فارسی هم این کار میشد و علمای به هر حال حداقل این کتب را ترجمه میکردن برای ملت فارسی زبان و برای فارسی زبان ها تا که استفاده بکنن. ولی متاسفانه ما کمتر کتابی داریم. شاید یعنی شما به ندرت یعنی به تعداد انگشتان دسته ها بیشتر کتاب نداشته باشین در این مورد و غالبا
این کتاب هایی هم که نوشته شده یعنی میشه گفت که حتی به زبان فارسی منظورم بیشتر نقل شده، یعنی ترجمه شده، مترجم بودن به جایی که مؤلف باشن، به جایی که زحمت بکشن. خب یک نقدی واقعا وجود داره متاسفانه که در این مورد بسیار کمکاری شده که انشاءالله روزگاری بشه که این خلا پر بشه و این موارد گفته بشه برای فارسی زبان ها. به همین جهت ما میبینیم که دعوت تنصیری روز به روز در میان فارسی زبان ها در حال گسترشه. علتش اینه که متاسفانه فقر کتابخانه داریم ما در این مورد، فقر کتاب داریم، یعنی کمتر کتاب به این مورد پرداخته و اگر پرداخته هم خیلی ضعیفه و به ندرت دیده میشه که کتاب های مفید در این مورد باشه. به هر صورت شما از این طریق یک فراخوان دادین به اهل قلم و اهل فکر و اهل اندیشه و بخصوص کسانی که در فن و هنر نویسندگی دست بالا دارند و همچنین اهل تحقیق و اهل پژوهش هستند، باید این مورد را در نظر بگیرن. البته یعنی یک خواهش از دوستان عزیزی که اهل قلمند و به زبان عربی آشنایی دارند، نه تنها در این باب بلکه در ابواب مختلف، در رد شبهات ملحدین، در رد شبهات آتئیسم ها، در رد شبهات سیکولارها، در رد شبهات روافض، اگرچه در این مورد الحمدلله تا اندازه کار شده، در رد شبهات یهود و نصارا و برای دفاع از عقیده و کیان اسلامی، برای دفاع از عقیده اسلامی و برای از اینکه تقریر بشه و در واقع در ذهن یک مسلمان عقیده پاک اسلامی و سوچه اسلامی رسوخ پیدا بکنه، نیازه که کتاب‌های ترجمه بشه و ان شاء الله یعنی غیر از اینکه دیگران را به هر حال دیگه دوستان عزیز را خواهش میکنیم، خود هم ان شاء الله کوشش میکنیم که تا حدی در این مورد حداقل دست به قلم برده بعضی چیزها رو بنویسین ان شاء الله در فرصت فراغت. مخاطب اول خودتان هست ان شاء الله. به هر صورت جناب استاد حقیقتا تناقضات در این کتاب زیاده، همچنان که مقدمه دادم که این موارد هست و اگر ما داخل بشین اجازه بدین که ماده‌وار ان شاء الله پیش بریم با هم دیگر ببینین که در این کتاب موارد 12 هم اگر به ترتیب بریم. بله اگر ببینین شما مثلا در انجیل متی باب 21 میاره که میگه عیسی علیه السلام از کنار درخت میگذشت و بعد گرسنه شد، میخواست که از این درخت برای خودش میوه بگیره. خب این میوه این درخت فصلش نبود، میوه نداشت. عیسی مسیح بددعایی کرد و در جا این درخت خشک شد. این را در انجیل متی میاره. همین داستان را در انجیل مرقس هم میاره در باب 11 میگه که عیسی مسیح از کنار این درخت گذشت و چیزی نداشت که از این درخت بگیره، به این درخت بددعایی کرد، بعد این درخت همان لحظه خشک نشد بلکه شاگردا و عیسی مسیح رفتن، فردا که برگشتن دیدن خشک شده. این یک تناقضی که اگر اجازه بدین من از کتاب عهد جدید از کتاب مقدس برایتان این را نشان بدم. انجیل متی باب 21 بله گرامی در اتاق کنترل مگر لطف بکنید. انجیل متی باب 21 آیه 18. بله اینجا جالبه، اگر از اینجا شروع بکنین از آیت 18 هم میگه که نیروی ایمان صبح روز بعد وقتی عیسی به اورشلیم باز میگشت گرسنه شد. متوجه شدین؟ بله. کنار جاده درخت انجیری دید، جلو رفت تا میوه‌ای از آن بچیند، اما جز برگ چیز دیگری بر درخت نبود. پس گفت دیگر هرگز از تو میوه‌ای عمل نیاید و دعایی کرد. بلا فاصله این نکته قابل بحث ماست شما استادین را دقت داشته باشید. بلا فاصله درخت خشک شد. شاگردان بسیار حیرت کرده گفتند چی زود درخت خشک شد. یعنی تأکیده که در جا درخت خشک شده. اولا اگر قبل از این که به تناقض برین، این خودش جناب استاد جای سواله. یعنی عیسی مسیح علیه السلام به یک درخت بددعایی میکنه به خاطری که میوه نداشته. اینکه پیامبر رحمت نشد، یعنی پیامبر محبت. این واقعا چگونه؟ وقتی الله متعال میآیه در مورد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای پیامبر ما میگه صلی الله علیه و سلم.
میگه ما تو را جز رحمتی برای عالمیان نفرستادیم. رسول الله علیه السلام، ما احادیث را اگر ببینین، به درخت، حتی در مورد آب دادن به درخت، در مورد استفاده کردن درست از درخت، در مورد از بین نبردن سبزی، جایی که مثلا استفاده از آن نمیشه آن را از بین ببری، یعنی استفاده نمیتونی از آن درخت بکنی، شاخه‌اش را بشکن، درخت را از بین ببر، استفاده هم از آن نمیکنی، یک بازیچان را قرار میدین، شرعاً برای یک مسلمان شایسته نیست. و از جهت دیگر این حالت را بیاین ببینین که از عیسی مسیح علیه السلام چی تصویری نشان میده. چون این درخت میوه نداشته، خب فصلش نبوده که میوه بده، فصلش نبوده که انجیر بده برای عیسی مسیح. و از جهت دیگر این چگونه خداییه که شما را خدا میدانید، فرزند خدا میدانید، در برابر یک درخت عاجز میشه، شروع میکنه به دعای کردن درخت. یعنی چی؟ این واقعا با عقل جور در نمیاد. اولا غیر از اینکه این تناقض داره، ما میخوایم که یعنی شکل بررسی بشه این موارد. غیر از این که حالا یک تناقض داره با انجیل بعدی، این خودش جای سوال چگونه همچون چیزی امکان داره که عیسی مسیح به خاطر شکم خود بددعایی میکنه به یک درخت و درخت خشک میشه. خب شاید درخت از یک مسلمان دیگه، از یک کسی دیگه بوده، از یک بیچاره دیگه بوده، برای او در فصلش و در موعدش میوه میداده. چرا عیسی مسیح بددعایی بکنه برای او ضرر برسانه؟ خب ما میگیم که بدون شک این کلام عیسی مسیح نیست، حرف عیسی مسیح نیست، فعل عیسی مسیح نیست. عیسی مسیح که از جانب الله فرستاده شده، این عیسی مسیح نیست که در اینجا وجود داره. خب به هر صورت این دو تأکید در اینجا وجود داشت، این که گفت بلا فاصله خشک شد و در آیت بعدی گفت یا در فقره بعدی گفت که شاگردان حیرت زده شدند که چگونه زود خشک شد. یعنی این تایید میکنه که دو تأکید دنبال هم که در جا خشک شده. بله. خب خیلی خوب، میریم در انجیل مرقس میبینیم که جناب آقای مرقس چی میگه. در انجیل مرقس باب 11 از 12 تا 21، باب 11 ببینین که ایشان چی میفرماید. بله. این باب 11 هست، مسیح وارد اورشلیم می شود. خیلی خوب، یعنی عنوان باب اینه. از اینجا همان صبح روز بعد که در اونجا هم آمده بود، صبح روز بعد هنگامی که از بیت عنیا برمیگشتند، عیسی گرسنه شد. کمی دورتر درخت انجیر پربرگ دید، پس به طرف آن رفت تا شاید انجیری پیدا کند، ولی روی آن جز برگ چیز دیگری نبود، چون هنوز فصل میوه نرسیده بود. تأکید داره. بله. عیسی به درخت فرمود. چی گفت؟ از این پس دیگر هرگز میوه نخواهی داد. و شاگردانش این را شنیدند. اینجا نگفت که خوش شده. خب خیلی خوب، میرین بعدن 15 فقره 15 یا آیه 15. هنگامی که بار دیگر وارد اورشلیم شدند، بله، بار دیگر وارد اورشلیم شدند، عیسی به خانه خدا رفت و آنانی را که در آنجا مشغول خرید و فروش بودند بیرون راند و بساط صرافان و کبوتر فروشان را واژگون ساخت. خب الی آخر می اینجا. سپس اینجا عصر آن روز نیروی ایمان، عصر آن روز مانند روزهای دیگر از شهر بیرون رفتند. همان روز صبح روز بعد وقتی به اورشلیم باز میگشتند، شاگردان درخت انجیر را دیدند که از ریشه خشک شده است. از ریشه؟ بله، همان لحظه خشک نشد جناب استاد. روز بعد میگه وقتی آمدن دیدن که درخت خشک شده. خب این نوع تناقض چگونه میخواین جمع بکنین؟ اونجا تأکید میکنه که در جا خشک شد، همان لحظه بلا فاصله خشک شد. اینجا میگن نه، خشک نشد، رفتن و بازگشتن و داستان را طولانی میکنه تا این که میآید چه کار میشه، آخرش درخت فردایش که میان میبینن از ریشه خشک شده. باز هم اینجا جناب استاد چند تا سوال مطرح میشه. اول اینکه این انجیل متی راست میگه یا انجیل مرقس؟ یعنی متی راست میگه یا مرقس؟ آیا همون لحظه خشک شد؟ بله، یا اینکه فردا خشک شد، یا اینکه فردا. حالا تصور بکنین جناب استاد، حالا اصلا بگین که فردا نشده بوده، شب شده بوده. خیلی خوب، شب نشده، 1 ساعت بعد از عیسی مسیح شده. اما این تأکید داره که همان لحظه نشده، بلا فاصله. اون بلا فاصله نشده، در اینجا بلا فاصله نشده. بله. خب کدام یک درسته؟ از جهت دیگر آیا این در شأن عیسی مسیح هست که به خاطر شکم خود، به خاطر گرسنگی همچون بددعایی برای درخت بکنه؟ درخت گناهش چیه؟ گناهش چیه که باید عیسی مسیح برایش بددعایی بکنه؟ جرمش چیه؟ خب فصلش نبوده، خودش هم میگه، جناب آقای مرقس هم نوشته که فصلش نبوده.
وقتش نبوده. عیسی مسیح علیه السلام دعا میکنه و بر یک انسانی که صاحب درخت بوده، حالا یا این که اصلا سر راه بوده، فکر بکنیم سر راه بوده است، کسی هم نبوده، خب چرا همچون دعایی بشه؟ شاید بعدا از اون انجیر در فصلش می آمده مردم استفاده میکردن. آیا امکان داره پیامبر خدا عیسی مسیح همچون دعایی کرده باشه و همچون اخلاق داشته باشه که برای درختان بددعایی بکنه؟ برای درختان بددعایی بکنه که دیگه میوه ندی، تو چون شکمم را سیر نکردی دیگه میوه ندی. یعنی این در حقیقت واقعا یعنی بر علاوه که ثابت میکنه به هر کسی که از نعمت عقل و خرد و شعور برخوردار است که این کلام خدا نیست، ثابت میکنه که در عین حال که این نه مدح عیسی است بلکه ذم و بلکه قدح و بلکه توهین حضرت عیسی علیه السلام است. حاشا و کلا که حضرت عیسی علیه السلام چنان که اینا ادعا میکنن باشن. بدون شک، بدون شک. تناقض بعدی جناب استاد در قضیه یهوذا هست یا یهودای اسخریوتی. یهودای اسخریوتی همان کسی که در برنامه‌های گذشته هم ما اشاره کوتاه به آن کردیم که عیسی مسیح را به دام یهودیان و کاهنان معبد میاندازه تا اینکه عیسی مسیح را از بین ببرند و بکشند و خیانت میکنه. از جمله شاگردان عیسی مسیح هم هست به صراحت خود اناجیل چهارگانه یهودا. بله، یهودای اسخریوتی. خب این یهودای اسخریوتی سرانجامش چی شد؟ حالا ما میخوایم سری بزنیم به کتاب مقدس. فقط میبینین که در انجیل متی چی گفته و بعد سری میزنین به اعمال رسولان که جزئی از عهد جدیده و از ملحقات عهد جدید هست و نوشته آقای لوقا است، همان کسی که انجیل لوقا را نوشته. حالا به اون نسبت داده میشه که او این باب را نوشته یا این فصل را یا این سفر را نوشته. خب ما در انجیل متی میریم باب 27 میبینیم که سرانجام این نفر چی شد، سرانجام یهودا چی کار کردین یهودا. در باب 27 آیه 5 اول اگر اجازه بدید که از سوم بخوانم تا اینکه بیشتر بینندگان عزیز استفاده بکنن. میگه اما بله فقره سوم، از فقره سوم شروع میکنم. میگه اما یهودای خائن وقتی دید که عیسی به مرگ محکوم شده است از کار خود پشیمان شد و 30 سکه نقره را که گرفته بود نزد کاهنان اعظم و سران قوم آورد تا به ایشان بازگرداند. خیلی خوب. 4 او به آنان گفت من گناه کرده ام چون باعث محکومیت مرد بیگناه شده ام. 5 ادامه 4 آنان جواب دادند به ما چه؟ خودت خواستی. 5 پس او سکه ها را در خانه خدا ریخت و بیرون رفت و خود را با طناب خفه کرد. متوجه شدید؟ یعنی انتحار کرد اگر سرانجامش خودکشی بود. و واقعا جالبه جناب استاد شما در الفاظ این نگاه کنین. این اولین انجیله، یعنی امکان داره این کلام عیسی مسیح باشه؟ داستان یهودا اسخریوتی بعد از بین رفتن عیسی مسیح حرف میزنه. یعنی چی؟ این کلام عیسی مسیحه؟ نه خیر. یک انجیل، این جناب استاد با عنوان تحدیه، یک انجیل نشان بدن که نسبتش به الله یا عیسی مسیح باشه. این الفاظ خوب واضحه. متی، جناب آقای متی این را نوشته. این خب خیلی واضحه. بعد از به صلیب کشیدن، به تعبیر اونها بعد از صلیب در کشیدن عیسی مسیح این اتفاق افتاده. از یهودای اسخریوتی حرف میزنه که خودش را خفه کرد. خب خفه کرد حالا چرا در کلام خدا این وجود داره؟ مگر خدا بعداً به متی گفت که بر یهودا خب هم مردم میدیدن به چشم سر، نیاز اینه که ما بگیم این کلام خداست یا کلام عیسی مسیح است؟ همچون چیزی امکان داره؟ نه غیر ممکنه. هیچ نسبتی این اناجیل به عیسی مسیح نداره، هیچ نسبتی اینها نه به خدا داره نه به عیسی مسیح داره. خیلی خوب. خب اینجا چی گفت جناب استاد؟ این نکته ای که من میخوام اینجا به اون بیشتر تمرکز بکنم اینه که میگه پس او سکه ها را در خانه، همان 30 سکه‌ای که گرفته بود به عنوان رشوت یا به عنوان هر چی که حساب بکنه، آنان خب پس او سکه ها را در خانه خدا ریخت و بیرون رفت و خود را با طناب خفه کرد. خیلی خوب. حالا میرین جناب استاد در اعمال رسولان ببینین که در اعمال رسولان که نوشته ی آقای لوقاس چی میگه. باب اول بله فقره 18. بله اعمال رسولان. این اعمال رسولان هست جناب استاد، همچنان که ما قبلا هم در موردش به صورت تفصیل صحبت کردیم
در برنامه‌های گذشته. بله. اعمال رسولان مسیح. خب میه اینجا در 18 ببینین چی میگه. اگر اجازه بدین من از 17 شروع بکنم تا اینکه بینندگان عزیز بیشتر در جریان باشن. اعمال رسولان باب اول یا فصل اول فقره 17 میگه یهودا یکی از ما بود. این داستانش را میگه، داستان یکی از شاگردانه. او نیز عیسی مسیح را انتخاب کرده بود تا مانند ما رسول خدا باشد، ولی با پولی که بابت خیانت خود گرفت، اینجا را دقت کنید، کدام پول؟ همان 3 سکه. مزرعی خرید. اونجا گفت که انداخت داخل خانه خدا و بعداً جالبه که این پول را کاهنان میگیرند. در ادامه اون انجیل متی این حرف را میزنه، باب 27. اما چیزی که اینجا برای ما جالبه اینه که یک تناقض اولی که وجود داره اینه که میگه مزرعی خرید. به خاطر همین پول، توسط همین پول برای خود یک مزرعه خرید. خب چیکار کرد؟ آخرش چی شد؟ در همان جا با سر سقوط کرد یهودا، از میان 2 پاره شد و تمام روده هایش بیرون ریخت. عجیب. یعنی چی؟ حالا این متی راست میگه یا این آقای لوقا که اعمال رسولان رو نوشته؟ من نمیدونم والله جناب استاد این کشیش ها عقل دارن یا نه. توهین نمی کنم به والله جناب استاد، این یک حقیقت، یک سواله. یعنی عقل اینها اصلا دارن، مغز دارن در سر خود یا نه؟ چی رقم ممکنه؟ این میگه که خودش را خفه کرد، پولها را انداخت داخل خانه خدا رفت. این میگه نه، رفت و اون پولها را برای خود مزرعه خرید و بعداً با سر سقوط کرد و روده هایش ریخت و نمیدونم چیکار شد و از میان 2 پاره شد. یعنی چی؟ جناب استاد وقتی شما شرح میکنین من واقعا از استیعاب این چرندیات عاجز هستم که چگونه این رو بتونم هضم کنم. بله. آخر یکی از عقلا و یا یکی از آخوندهای نصرانی ها بیا این موضوع رو برای ما شرح بده که نمیآین چی هست؟ نمیآین اینها، به خاطر اینکه میفهمند که چی بلایی به سرشان میایه. من گفتم که در اینها هیچ گاهی در داخل کلیسا از این حرفا نمیزنن و نمیگن، چون کارشان خراب میشه. مجبورن 1-4 تا دروغ بگن و مردم را به هر حال فریب بدن و این حرفا را نمیگن و جوابی هم برای این حرفا ندارن. اما مشکل بدبختی اینجاست که طوری که من در برنامه گذشته هم اشاره کردم که اینها شاید صدها کتاب دیگر را بخونن، اما کتابی که به اساس او یا بنا به دستوراتی که در او وجود داره ایمانشان بنا یافته او را نمیخوانن. بله. یعنی اگر کسی عاقل این کتاب بخونه، آیا فکر میکنن که باز هم این چرندیات و این خزعبلات و این کلامای بی ربط و این افسانه ها رو بیای بپذیره؟ ابدا ابدا. انسانی که عاقل باشه و انسانی که بفهمه ابدا این کار را نمیکنه، مگر اینکه یا اینکه مشکل روانی داشته باشه و یا اینکه نفهمه. از این 2 حال خالی نیست. که به تعبیر برخی ها میگه عقلش مصادره شده باشه. ممکن. بله. عقلش اختطاف شده باشه به تعبیری. بله درسته. میریم جناب استاد به تناقض بعدی. این تناقض چندم شد؟ 13 بود، دوم. حالا 14 شد. درسته؟ بله. تناقض 14 در مورد این است که عیسی مسیح وقتی که میخواد به صلیب کشیده بشه، این صلیب را کی حمل میکنه؟ خود عیسی مسیح حمل میکنه یا فرد دیگری؟ همان صلیبی که در آن کشیده میشه، یعنی همان چوبه‌ای که او را با آن چوبه دار بود. بله. کی این را با خود میکشه؟ خود عیسی مسیح یا کسی دیگری؟ ببینین در اینجا اگر ما خواسته باشیم معلوماتی در این مورد پیدا بکنیم، باز میبینیم که حرفهای متناقض هست. بله. در انجیل مرقس باب 15 آیه 21 ببینین چی میگه. این انجیل مرقس هست، باب 15 آیه 21 اینجاست. میگه در راه به کسی برخوردن که از ده میآمد. خب نام او شمعون اهل قیروان و پدر اسکندر و روفس یا روفوس بود. سربازان او را وادار کردند صلیب عیسی را به دوش بگیرد و ببرد. متوجه شدین؟ این شمعون که از اهل قیروان بود مجبور میشه که مجبور میشه که این صلیب را با خود بکشه، صلیب را اون بکشه ببره با خود. و مشهوره در یعنی در حقیقت در فرهنگ هایی که
پیرامون کتاب مقدس نوشته شده یا معلوماتی که نوشته شده این نفر معروفه. حتی کسی عزیزی اگر خواسته باشه معلومات در مورد این بگیره فقط کافیه در اینترنت بنویسه که شمعون اهل قیروان میاره، بعدا این رو معرفی میکنه. خیلی خوب، این در انجیل مرقس هست باب 15 آیت 21. آیا واقعا این چنینه؟ آیا واقعا چنین اتفاقی افتاده؟ این شمعونی به قول انجیل مرقس، به قول انجیل مرقس است. میره انجیل یوحنا باب 19 ببینین که اون چی میگه. جناب آقای یوحنا باب 19 بله باب 19 هست آیت 17. اینجا عنوان باب را گذاشته یوحنا باب 19 عیسی را مصلوب میکنند. خیلی خوب، آیت 17 و صلیب را بر دوشش گذاشتند و از شهر بیرون بردند تا به بله. اینجا یک نکته جناب استاد من میخوام که اشاره بکنم، و آن این که چون ما مسلمان ها به هر حال در کتاب مقدس خود یا در روایات خود مثلا داریم که من میخوام یک راه به اینها بدم. مثلا داریم که ادامه داستان در یک روایت آمده، اول داستان در روایت دیگه آمده. یعنی شخصی که به ظاهر ببینه نوع تعارض و تناقض در میان این هاست، ولی وقتی که ما اصل داستان رو میبینیم یا به تعبیر علمیش بگیم طرق روایات را جمع میکنین، میبینین که نه، یک داستانه وسط راه یک اتفاق دیگه میفته. مثلا اگر ما این را خواسته باشه، کسی مسیحی خواسته باشه که بگن نه، تا وسط راه بیرون از شهر درسته، این عیسی مسیح خودش به دوش خود کشید و رفت. اما بعداً وقتی که به وسط راه رسیدن یا نفری که از ده می آمد با او برخوردن بعد دادن اون را صلیب را دست او. اما میگه نه، ادامه داستان رو بخوان برای تو واضح میشه، میفهمی که حرف چیست. میگه و صلیب را بر دوشش گذاشتند و از شهر بیرون بردند تا به محلی یعنی ادامه داشته. متوجه شدین؟ بله. یعنی ادامه داشته تا به محلی به نام جمجمه رسیدند که به زبان عبری آن را جلجتا میگن. بله. میگویند در آنجا او را با 2 نفر دیگر مصلوب کردند، یکی این طرف یکی آن طرف و عیسی در وسط. همون که گفتن 2 دوست بود. بله همون 2 دوستی که داستان شما در گذشته گفتیم. خب حالا اینجا جناب استاد یک سوال پیش میاد که در انجیل مرقس میگه که در حقیقت کس دیگری بود که صلیب را حمل میکرد. بله. همان شمعون بود. اگر ادامه همان را اجازه بدین من بخوانم که باز کسی نگه که نه این داستان از وسط راه چیز دیگری بوده و شما این را بریدین و نمیفهم قیچی کردین و فلان کردین. این حرفا نشه مثل روافض. اینجا با 21 میگه خیلی خوب، میگه در راه به کسی برخوردن که از ده می آمد، نام او شمعون اهل قیروان و پدر اسکندر و روفس یا روفوس بود. سربازان او را وادار کردند صلیب عیسی را به دوش بگیرد و ببرد. اونجا گفت به دوشش گذاشتند، یعنی به دوش عیسی مسیح. سربازان عیسی را به محل بردند به نام جلجتا یعنی جمجمه سر. بله. خب ادامه داستان اونجا هم تا اینجا آورد. اون بعد اول گفت در که مرقس بود. بله، گفت به دوشش گذاشتن و او را تا این منطقه جلجتا یا جمجمه سر بردند. متوجه شدین؟ خب داستان یکیه، مورد هم یکی هست، ولی تناقض در اینجا وجود داره که حالا عیسی مسیح خودش صلیب را به تعبیری که جناب آقای یوحنا داره، عیسی مسیح خودش صلیب را حمل می کرد، یا این که به تعبیر آقای مرقس نه کس دیگری به نام شمعون بود؟ کدام یکی درست است؟ خب حالا اگر بیا جناب استاد کسی از اینا بپرسه خب چی اشکال داره که اون تناقض که خود عیسی برد یا شمعون صلیب را تا اونجا حمل کرد؟ بله. این چی اشکال داره؟ میگن اشکالش در اینه که میگن این کلام خداست. میگن این کلام خداست، غیر ممکنه. یعنی شما ببینین جناب استاد، این در حقیقت کلام خدا نیست، بلکه 2 نفریه که از منظر و دیدگاه خودشان نوشتن. بله. ما میخوایم این رو اگر ثابت این بکنیم. اعتراف کنن این اشکال بله، ما میخوایم همین رو ثابت بکنیم. مرقس مینویسه از منظر و دیدگاه خود که نه، این در حقیقت شمعون بود که صلیب را کشید و خیلی هم بالای نام این شمعون به هر حال حرفها زده شده و مانع رو میدند. و باز انجیل یوحنا میگه نه، جناب آقای یوحنا که آخرین انجیل نوشته میگه نه، این رقم نبوده، عیسی مسیح خودش به دوشش کشیده شده، خودش این را برده که بیشتر مظلوم نمایی بکنه. خب در حقیقت کدام یکی درسته؟
در حالی که هر دو اینها دروغه. عیسی مسیح نبود، عیسی مسیح نه صلیب کشید و نه هم به صلیب کشیده شد، بلکه یهودا بود، همون فردی که عیسی مسیح را به دام انداخت به صلیب کشیده شد. عیسی مسیح نبود. هر دو اینها دروغه. شبه لهم. بله، هر دو اینها دروغه. خب لذا جناب استاد این یک تناقض دیگر هست که در حقیقت تناقض 14 بود. بله. میریم تناقض بعدی. خب اگر قبل از اینکه جناب استاد گرامی به تناقض بعدی بریم، اگر اجازه بدین همراه با بیننده های عزیز و گرامی میان برنامه میبینیم و بعد از این میان برنامه انشالله بار دیگر در خدمت شما سروران و عزیزان خواهیم بود. با خب بینندگان عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما عزیزان و گرامیان هستیم با ادامه برنامه ما که موضوعش باز هم تناقضات موجود در اناجیل چهارگانه است. البته به سه شبهه‌ای که جناب استاد فاتح گرامی قبل از میان برنامه اشاره کردن، یکی برخورد عیسی علیه السلام با درخت انجیر یا همون درختی بود که میوه نداشت که بددعایی کردن. یک البته به قول متی یک تناقض و تناقض بعدی هم در ارتباط به سرانجام یهوداست و تناقض سومی اینکه صلیب را چه کسی حمل کرد، خود عیسی علیه السلام یا کسی دیگر که در گفتیم شمعون است که مرقس میگه شمعون حمل کرد و اما یوحنا میگه خود عیسی علیه السلام صلیب را حمل کردند. خب این سه مورد از تناقضاتی بود که قبل از میان برنامه به خدمت شما عزیزان ارائه گردید. البته 14مین مورد است اگر به صورت کلی بگیریم طی سه برنامه، اما در این برنامه سومین مورد از تناقضات موجود در میان اناجیل چهارگانه است. جناب استاد فاتح باز هم در خدمت شما هستیم، بفرمایید به تناقض بعدی که تناقض چهارمی است بپردازید. بله، در انجیل متی باب 8 از آیه 5 تا 7 اشاره میکنه که عیسی مسیح علیه السلام یک افسر رومی یا قائد جیش رومی یا یکی از بزرگان لشکر رومی ها میآید به نزد او و از او تقاضا میکنه که کسی را شفا بده در انجیل متی. اما در انجیل لوقا اصلا ذکر نمیکنه که خودش آمده، بلکه میگه افراد دیگری را فرستاده. اصلا از حضور او به نزد عیسی مسیح هیچ ذکر نمیشه که این یک تناقض بسیار واضحه. اجازه بدین که من از خود کتاب برایتان نشان بدم که تا خیلی از مسائل واضح بشه. انجیل متی باب 8، انجیل متی باب 8 از آیه 5 شروع میکنه. میگه وقتی عیسی به شهر کفرناحوم یا کفر ناحوم، حالا بعضی ها فا را فتحه میدن، بعضی ها ساکن میکنن، کفر ناحوم یا کفر ناحوم رسید، یک افسر رومی نزد او آمد و از او خواهش کرد. اینجا را دقت کنید، یک افسر رومی نزد او آمد، یعنی خودش آمده، خودش آمد و از او خواهش کرد که خدمتکار افلیج او را که در خانه افتاده و از درد به خود میپیچد شفا دهد. چرا؟ یکی از دوستانش، یکی از دوستانش و خدمتکارانش که افلیج بوده، یعنی فلج شده بوده. من عیسی به او گفت بسیار خوب، می آیم و او را شفا می دهم. اما افسر در جواب عرض کرد سرور من،
من اینقدر لیاقت ندارم که شما به خانه من بیایید. خود افسر این را عرض کرد. این رو دقت کنید، اینا خیلی برای من مهمه، چون میخوایم در بحث بعدی نتیجه بگیریم. اینها مهمه. اولا گفت در نزد افسر خودش در نزد عیسی مسیح آمد. بله. دوما اینجا خودش عرض کرد و خودش گفت، کسی دیگری نیست. گفت که شما به خانه من بیایید. من لیاقت این را ندارم که به خانه من بیایید. اگر از همینجا دستور بفرمایید خدمتکارم خوب خواهد شد. متوجه شدین؟ من لیاقت این را ندارم که شما به خانه من از اینجا شما دعا کنید و دستور بدین که او خوب شه. شما از اینجا دستور بدین که خوب شه. خیلی خوب. بله. جناب آقای لوقا در باب 7 آیه 1 تا 8 ببینید چی میگه. آقای لوقا در انجیل لوقا وقتی این را نوشته، ببینید که چی میگه. شاید گناه اون هم نیست، شاید مراجعه نکرده بوده که رفیق گذشته‌اش چی نوشته که موافق به او بنویسه. یک چیزی از دهانش آمده نوشته دیگه. حالا خب، ایمان عجیب یک افسر رومی. ایمان عجیب یک افسر باب 7 انجیل لوقا. انجیل لوقاست. هنگامی که عیسی این سخنان را به پایان رسانید به کفرناهوم بازگشت، همان شهره. در آن شهر یک افسر رومی غلامی داشت که برایش خیلی عزیز بود. اونجا گفت خدمتکار، اینجا میگه غلام. خیر، اشکال نداره، اشکال نداره، این خیلی خوبه. اینا اختلاف تنوع در ترجمه است. بله. از قضا آن غلام بیمار شد و به حال مرگ افتاد. اونجا هم همین میگفت که از درد به خود میپیچد. خیلی خوب، اینجا میگه اشکال نداره. وقتی افسر از آمدن عیسی با خبر شد، چند نفر از بزرگان یهود را فرستاد تا از او خواهش کنند که بیاید و غلامش را شفا بخشد. اونجا گفت خودش در نزد عیسی مسیح آمد. اما در اینجا میگه که بزرگان یهود را فرستاد تا به نزد او بیایند و از او خواهش بکنن و غلامش را شفا بدن. خیلی خوب. پس آنان کی؟ همان رهبران یا بزرگان یهود با اصرار به عیسی التماس کردند که همراه ایشان برود و آن غلام را شفا دهد. ایشان گفتند که نمیدانم این افسر آدم خوبیه و فلان. خیلی خوب. عیسی با ایشان رفت. اونجا گفت که همان لحظه خود افسر گفت که من لایق نیستم که تو بیای خانه. بله. اینجا میگه عیسی با ایشان رفت. اگرچه بعداً همین حرف میه، ولی اینجا چیزی که برای من مهمه اینه که اما پیش از آن که به خانه برسند، آن افسر چند نفر از دوستان خود را فرستاد تا به عیسی چنین بگویند. چی بگویند؟ همان حرفی که در اونجا گفت. سرور من، به خود زحمت ندهید که به خانه من بیایید، چون من لایق چون این افتخاری نیستم. اونجا گفت من لیاقت این را ندارم. خود را نیز لایق نمیدانم که به حضورتان بیایم. از همان جا که هستید فقط دستور بدهید تا غلام من شفا یابد. اینجا جناب استاد یک تناقض بسیار واضح و آشکاره. در اون انجیل چی گفت؟ در انجیل متی گفت که افسر خودش آمد و خودش همین حرفا را زد. بله. اما در اینجا میگه که بلکه بزرگان یهود را فرستاد. بله. وقتی به خانهش نزدیک میشد چند تا از دوستانش فرستاد تا این حرف را بزنند. غیر از آن بزرگان. بله. اینجا دو مورد. بله. این واقعا یک تناقض بسیار آشکار، تناقض بسیار واضحه که هیچ قابل جمع نیست، قابل جبران نیست که ما آن را خواسته باشیم به تعبیر عامیانه ماسمالی بکنیم، بگه نه این هدفش این نبوده، این بوده و این نبوده و فلان بوده. هیچ امکانی نداره. خیلی واضح و آشکاره. دو نفر با همدیگر نوشتن، چون خب این در یک مکان بوده، این در یک مکان، به هر حال هر چی که به دهانشان آمده نوشتن. به نام خدا نعوذ بالله تمام کردن. الله متعال سبحانه و تعالی اینها را هدایت بکنه. جناب استاد ببینین که در حقیقت باز هم تناقض دیگری که وجود داره اینه که در انجیل مرقس میگه که داستان زن مطرح میکنه و میگه که آمد و برای عیسی خوشبویی داد و میگه که این اتفاق 2 روز قبل از عید پسح اتفاق افتاده. این اتفاقی که زن میایه برای عیسی مسیح عطر هدیه میده، این اتفاق 2 روز قبل از عید پسحه، در حالی که در انجیل یوحنا میگه 6 روز به عید پسح مانده بود. متوجه شدین؟ بله. 6 روز به عید پسح مانده بود. در انجیل مرقس باب 14 اگر مرقس باب 14 بله باب 14 ببینین که چی میگه. این باب 14 است. آخرین روزهای عیسی در این دنیا. میگه 2 روز به عید پسح مانده بود. در ایام این عید یهودیان فقط نان فطیر میخوردند. خب اینجا آیه 3.
در این هنگام عیسی در بیت عنیا در خانه شمعون جزامی مهمان بود. وقت شام زنی با یک شیشه عطر گران قیمت از سنبل خالص وارد شد و شیشه را باز کرد و عطر را بر سر عیسی ریخت. خب اونجا میگه که بعضی از حضار اعصابشان به هم ریخت که چرا شما به خصوص یهودا را که میگن کیسه‌دار در حقیقت شاگردان عیسی مسیح بوده و دزدی میکرده، این همون یهودایی که عیسی مسیح را به دام میاندازه، آدم میگن دزدی بوده و به هر حال چیکار کرد؟ این آدم آمد و بعداً در حقیقت به سر و صدا شد، اعصابش به هم ریخت که چرا شما این کار را میکنید، این کار را نکنید، که باعث گفت کاش این عطرها را میدادید که تا ما آنها را به هر حال استفاده میکردیم و پولش را میدادید. گفت چرا این عطر را به سر عیسی مسیح ریختاندید؟ شما برای من میدادید که پول میکردید، آن را میدادید دست من که آن را مصرف میکردم، یا به تعبیر خودشان پول علاقه‌مند هستند. بله هم یهوداست. یهود فعلا با پول بیشترین علاقهشون با پول و با ثروت است. بله. خب جناب استاد، در انجیل یوحنا در حقیقت اگر اجازه بدین که من در انجیل یوحنا این را برایتان پیدا بکنم. بفرمایید. در انجیل یوحنا شبیه همین داستان میاد در اونجا که در حقیقت صحبت میکنه که عیسی مسیح قبل از این که این اتفاق بیفته در حقیقت 6 روز به عید پسح مانده بود. اینجا مرقس 2 روز میگه. مرقس 2 روز میگه. بله. 2 روز به عید پسح مانده بود. بله. اما انجیل یوحنا 6 روز گفتیم. 6 روز میگه. بله. بله. انشاءالله که همینجا باشه، چون قسمتش را بنده یادداشت نکرده بودم که در کدام یکی از ابواب هست. بله. خب بر تقدیر جناب استاد اگر یادداشت نکردین مشکل اشکال نداره، ما در برنامه بعدی هم میتونیم. نه اینجا اون را به هر حال دیدم، اجازه بدید که من این را پیدا بکنم. فقط اگر شما یک میان برنامه بگیرید که من این را پیدا بکنم. خب ما به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی میرم سراغ یک میان برنامه تا اینکه انشاءالله مورد 16 هم از تناقضات درباره زنی که به عیسی عطر میدهد را انشاءالله پس از میان برنامه تکمیل خواهیم کرد. بله. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ای مؤمنان، اگر فاسقی خبری برای شما آورد، پس درباره آن تحقیق کنید تا مبادا ندانسته به گروهی آسیب برسانید، سپس بر آنچه انجام داده اید پشیمان شوید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.
با عرض سلام مجدد دوباره در خدمت شما عزیزان و گرامیان هستیم و داشتیم در ارتباط به 16مین مورد از تناقضاتی که در اناجیل چهارگانه وجود داشت در ارتباط به زنی که به عیسی علیه السلام عطر هدیه میداد صحبت میکردیم. جناب استاد فاتح در خدمت شما هستیم. بله جناب استاد، گفتیم که در انجیل مرقس وقتی میاد در باب 14 صحبت میکنه که زن میایه برای عیسی مسیح عطر هدیه میده یا میریزه به سرش و یکی از شاگردان در اونجا اعصابش به هم میریزه. همان یهودا بوده، این یهودا اسخریوطی، دوست به تعبیر اونها، خائن. خب اگر دوستان نشان بدن اینجا مرقس هست باب 14 میگه 2 روز به عید پسح مانده بود. اینجا نکته‌ای که ما قابل ملاحظه داریم اینه که در اینجا میگه 2 روز، در حالی که باز در انجیل یوحنا میگه 6 روز. میگه 2 روز به عید پسح مانده بود. در ایام این عید یعنی عید پسح یهودیان فقط نان فطیر میخوردن. خب خوب کار میکردن. اینجا چیکار میشه؟ در این هنگام عیسی در بیت عنیا در خانه شمعون جزامی مهمان بود. وقت شام زنی با یک شیشه عطر گران قیمت از سنبل خالص وارد شد و شیشه را باز کرد و عطر را بر سر عیسی ریخت. یعنی من این نکات را خواندم تا اینکه بدانید داستان یکیست. این مورد در انجیل مرقس. بله. میرین انجیل یوحنا جناب استاد، آخرین انجیلی که در حقیقت نوشته شده، باب 12. باب 12 یا فصل 12. هدیه پر ارزش مریم. اونجا گفت زن اینجا همون مریم بوده. میگه 6 روز پیش از آغاز عید پسح. اونجا گفت 2 روز. بله. متوجه شدین؟ بله. 2 روز یا 6 روز؟ اونجا 2 روز، اینجا 6 روز. بله. عیسی وارد بیت عنیا شد، همان جایی که فلان و فلان در آنجا بودن. خیلی خوب، حالا میان اینجا. آنگاه مریم یک شیشه عطر سنبل خالص گران قیمت گرفت و آن را روی پاهای عیسی ریخت. سرش یا پایش؟ اونجا گفت سرش. و با موهای سر خود آنها را خشک کرد. یعنی چی؟ با موی سرش آن را خشک کرد. بله، یعنی روی نفهمم، شاید با دست گرفته باشه دوباره دستش روی نه گفت روی پاهای عیسی مسیح ریختاند. بس خودش با موهای خود عطرها را پاک کرد. یعنی تبرک جستگی. تبرک جست. خیلی خوب کار کرد. خانه از بوی عطر پر شد. ولی یهودا اسخریوطی که یکی از شاگردان عیسی بود و بعد به او خیانت کرد گفت، چی گفت؟ این عطر گرانبها بود، بهتر بود آن را میفروختیم و پولش را به فقرا میدادیم. البته او در فکر فقرا نبود، بلکه در فکر خودش بود، چون مسئول دخل و خرج و نگهداری پول شاگردانش بود و اغلب از این پول ها میدزدید. اینو تذکرم میدن. عجیب است. اصلا این کلام خداست جناب استاد. این کلام خداست. یعنی چی؟ از یهودا، از دزدی یهودا اسخریوطی و دخل و خرج شاگردان عیسی مسیح صحبت میکنه. میگن این کلام خداست. اعوذ بالله که این کلام خدا باشه. اعوذ بالله که این کلام عیسی مسیح علیه السلام باشه. در حقیقت نسبت این کلام به الله و به عیسی مسیح توهین به الله و توهین به عیسی مسیح علیه السلام هست. حالا حرف ما اینجاست جناب استاد. حالا به هر حال اگر خواسته باشیم پیرامون تک از این آیات صحبت کنیم قابل نقده. حرف ما اینجاست که یک نفر در انجیل مرقس مینویسه میگه 2 روز مانده بود به عید پسح. بله. این جناب آقای یوحنا باب 12 میگه 6 روز مانده بود. حالا کدام یکی درسته؟ 6 روز یا 2 روز؟ یعنی تفاوت بسیار زیاده جناب استاد. نمیشه مثل 3 روز ماندن حضرت اون خب یک راهی داشت. اون که یک راهی داشت میگفتن خیر شب را حساب کنین، روز را حساب کنین، شب دیگه 3 روز میشه. 3 روز میشه. ولی این رو چگونه حساب میکنین؟ 2 روز یا 6 روز؟ نمیگه که مثلا 3 روز. حالا خب میگفت 3 روز یک راهی داشت، خیر باشه. گفتین طرف عصر بوده، اون روز را هم حساب کردن، امروز روز بعدی را هم حساب کردن، روز بعدی هم از طرف صبح بوده تمام شده. یکی 2 روز حساب کرده، یکی 3 روز حساب کرده. مثلا ما خب به اینها راه میدیم، اینها شاید نفهمن این مسائل. به هر حال ولی اینها این 2 روز یا 6 روز، این واقعا خیلی جای تأسف جناب استاد. خیلی خوب، این یک تناقض دیگری بود که واقعا در این وجود داره و خیلی نیازه که مورد بررسی قرار بگیره. تناقض دیگری که وجود داره جناب استاد، البته اجازه بدین اول از 4 انجیل یک نکته را عرض بکنم که در یک کلمات اندک ببینین چقدر با هم متفاوته. بعدا انشاءالله باز میپردازیم در اعمال رسولان هم یک تناقض نقل میکنیم. در مورد این که پیلاتوس دستور داد که وقتی عیسی مسیح را صلیب میکنین به تعبیر اینها بالای صلیب یک چیزی بنویسین، یک جمله کوتاه بنویسین. هر 4 انجیل این قول را نقل میکنن. ببینین که با چی اختلافاتی.
انجیل متی میگه که نوشتند و گفتند این است عیسی پادشاه یهود. در مرقس فقط نوشتند پادشاه یهود. در لوقا نوشتند این است پادشاه یهود. در یوحنا نوشتند عیسی ناصری پادشاه یهود. یعنی شما دقت بکنین در این الفاظ. اگر اجازه بدین من این را برایتان نشان بدم بفرمایید که مستند باشه عزیزان ببینن. اگرچه این کلمات یعنی خیلی ها مهم نیست، ولی شما ببینین که در یک کلمه کوچک اینها با هم چقدر اختلاف دارن. انجیل متی باب 27 باب 27 آیه 37: سربازان پس از مصلوب کردن او یعنی عیسی مسیح بر سر تقسیم لباسهایش قرعه انداختند. یعنی چی؟ او را هم مصلوب کردن و هم به سر لباسهایش قرعه می اندازن. یعنی تعجب است اینجا. کسی ما چه کسی را به صلیب میکشیم یا چه کسی را به دار می آویزیم؟ او را به صلیب کشیدن، لباسهایش را قرعه انداختن. حتما مجرمی هست. بله. خب باز لباسایش چی نیاز است؟ به لباس چی ضرورت داره؟ میگه سپس همانجا در اطراف صلیب به تماشای جان دادن او نشستند. ماشاءالله. به تماشای نشستند که ببینن چگونه این جان میده. بله. اعوذ بالله. این نوشته را نیز بالای سر او نصب کردند. البته این به دستور پیلاتوس بود. این است عیسی پادشاه یهود. این است عیسی پادشاه یهود. بله این نکته را یادداشت بکنید. این است عیسی پادشاه یهود. بله. این در انجیل متی باب 37 هست. خیلی خوب. بریم به سراغ انجیل بعدی ببینین که انجیل بعدی چی میگه. انجیل بعدی انجیل مرقس هست باب 15 آیه 26. انجیل مرقس باب 26 باب 15 آیه 26. بله اینجا باب 15 آیه 26. بله. خب تقصیرنامه او را بر صلیب نصب کردند که روی آن نوشته شده بود پادشاه یهود. پادشاه. اینجا نمیگه این است عیسی پادشاه یهود، اینجا میگه پادشاه یهود. خلاص یک کلمه کوتاه. این است عیسی، اون خب رفت. پادشاه فقط یهود. پادشاه یهود خالی. خیلی خوب. این را کی گفته؟ مرقس در باب 15 بله آخر 26. بله این را مرقس گفته. بریم در انجیل لوقا باب 23 ببینین که جناب آقای لوقا چی میگه. باب 23. این انجیل لوقا هست جناب استاد باب 23 آیه 38 را اگر اینجا دوستان عزیز ببینن. این میگه بالای سر او، آیه 38، بالای سر او بر صلیب تخته‌ای که تقصیرنامه او را بود کوبیدند. روی آن به زبانهای یونانی، رومی و عبری نوشته شده بود. اینجا اضافه شد دیگه. اضافه. بله. چند زبان. خیلی خوب. میگن اونجا هم اضافه نکرده. خیر باشه، اشکال نداره، به این گیر نمیده. این است پادشاه یهود. این است پادشاه. این است عیسی پادشاه یهود. پادشاه یهود. این است پادشاه یهود. متوجه شدین؟ بله. یک در کلمات بسیار اندک و کوچک. خیلی کوچکه. یعنی این اختلافات وجود داره. باید توافق داشته باشن. بله با این خب باید حداقل توافق داشته باشن، ولی در همین هم توافق ندارن. خیلی خوب. در یوحنا برین باب 19 آیه 19. یوحنا باب 19 آیه 19. عیسی را مصلوب میکنن. خیلی خوب. میگه که پیلاتوس دستور داد که در بالای صلیب او نوشته نصب کنند که روی آن نوشته شده بود عیسی ناصری پادشاه یهود. متوجه شدین؟ عیسی ناصری پادشاه. این است مسیح پادشاه یهود. پادشاه یهود. این است پادشاه یهود. عیسی ناصری پادشاه یهود. یعنی این اختلافات در 4 انجیل وجود داره، در همین کلمات اندک، چیزی نیست. اجازه بدین یک نکته دیگه هم از انجیل یوحنا برایتان نشان بدم. بفرمایید. خیلی جالبه. در اولین آیه که داره سرگذشت عیسی مسیح نوشته یوحنا. خیلی خوب. میگه در ازل، بله در ازل پیش از آن که چیزی پدید آید کلمه وجود داشت و نزد خدا بود. بله. او همواره زنده بوده و خود او خداست. هدفش عیسی است. دقت کنید جناب استادی، خیلی جالبه. یعنی چی؟ این کلمه کمی پیچیده. با دقت بکنین دوباره میخوانم. به این واسطه میگن یوحنا بیشتر آدمی بوده که فلسفی، یعنی در این کتاب بیشتر برخورد کرده. دقت کنید. در ازل پیش از آن که چیزی پدید آید بله. کلمه وجود داشت. بله. و نزد خدا بود. نزد خدا بود. کلمه نزد خدا بود. او همواره زنده بوده و خود او خداست. یعنی چی؟ هم در نزد خداست و هم خداست. این چی حرفیه؟ دقت کردین؟ بله.
هم خداست و هم در نزد هم خداست. خدا و هم در نزد یعنی چی؟ شما این معما رو حل بکنید. این معما رو منتظریم که کشیش ها حل بکنن. انشاءالله. به هر حال اگر من چی که ما بارها در خلال برنامه عرض کردم جناب استاد، وقت من یعنی واقعا برای من خیلی خیلی جای تعجب است که این حرف ها را و این بسیار با عرض پوزش به کسانی که این چرندیات را بیای افرادی که ادعای عقلانیت میکنن، ادعای خرد میکنن و امروز میخوان که حتی در سراسر دنیا اینا حکمرانی بکنن، از تمدن، از پیشرفت، از تکنولوژی حرف میزنن، به این بازی چرندیات بپذیرن. جالب جناب استاد، یک کسی از اینها در یک از شبکه‌های مسیحی حرف میزد، میگفت که مسلمان ها میگن که انجیل تحریف شده. بعد آیاتی از قرآن کریم می آورد، میگفت در سوره آل عمران در سوره آل عمران این گناه بوده که قرآن انجیل تحریف نشده بلکه دعوت کرده که شما به انجیل عمل کنید. که ما انشاءالله به وقتش به این موارد میپردازیم و این شبهاتی که پیرامون این مسائل مطرح میشه پاسخ میدیم. ولی خیلی برای من جالب بود که این آدم یعنی واقعا می آمد وقتی مجریر میگفت تو فارسی بخوان، وقتی که فارسی میخوان باز میگفت نه ببین در انگلیسی میگفت این نیست، میگفت در انگلیسی این نیست. یعنی خیلی برای من جالب بود که این بیچاره نام اسم سوره قرآن را یاد نداره. آل عمران میگه، آل عمرانی که از خانواده مریم دیگه، الله تعالی بله باید بدون از خانواده عیسی مسیح. میگه آل عمران، او هم میگه آل عمران، این هم میگه آل عمران، بعد می در مورد قرآن حرف میزنه. خیلی واقعا جای تعجبه. اینها نمیتونن این معما را حل بکنن، معماها را اینها در طول سالها نتونستن حل بکنن، لذا به همین واسطه میپوشن این مسائل را، مجبور میشن که به هر حال خودشان را تیر بکنن از اینها. مثل که ما داریم در احادیث صحیح که وقتی در باب رجم، موضوع رجم پیش میاد، در سوره مائده الله متعال به این مورد اشاره میکنه. خب در شرح تفسیر او وقتی که روایات صحیح در بخاری و مسلم و امثال هم میایه، یهودی ها میان در نزد پیامبر میگن که تو در مورد این حکم بکن. رسول الله علیه السلام میگن در تورات شما وجود داره که این باید سنگسار بشه؟ میگن نه وجود نداره. میگن تورات بیارین، تورات میارن. جالبه که میخوانه قسمتی که باید در مورد حکم سنگسار بر زناست اون را میاره. اون قسمت که میرسه دست خود را میگذاره که نبینن، اونجا نمیخوانه، میره قسمت بعدی را میخوانه. یکی از صحابه اونجا استاده، متوجه میشه، میگه دست خود بردار از اونجا. در بعضی روایات اومده خود رسول الله علیه السلام گفتن دست خود بردار از اونجا، اون رو بخوان. وقتی میخوانه که قضیه حله. ولی اینها این گونه‌اند، اینها همیشه در طول تاریخ پنهانکاری میکنن، پنهانکاری دارن میپوشن، این مسائل را نمیگن جناب استاد. امیدوار هستیم که جناب استاد اگر بتونیم فرصت میسر شه در جلسه آینده، در برنامه آینده، به موارد یا چیزهایی که یهود، نصرانی ها یا کشیش ها یا همون سکانداران کلیساها خوف دارن و هراس دارن و او را از دید عموم نصرانی ها پنهان میکنن، به این موارد اشاره بکنیم ان شاء الله. خب استاد اگر اجازه بدیم باز هم به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم سراغ یک میان برنامه. پس از میان برنامه ان شاء الله دوباره در خدمت شما خواهیم بود، اما ان شاء الله فرصت از شما خواهد بود و شما عزیزان میتوانید در رابطه با موضوعاتی که طی 3 جلسه گذشته مطرح شد اگر سوالی دارید، استفساری دارید و یا تعلیق و توضیح دارید با ما در تماس شوید.
خب بینندگان عزیز و گرامی، باز هم با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستم. طوری که قبل از میان برنامه عرض کردم، همکاران ما در اتاق کنترل انشالله تلفن های برنامه را زیرنویس میکنه و فرصتی که از برنامه باقی مانده از شما عزیزان است و منتظر پیام های شما سروران هستیم. امیدواریم کسانی که خواهان استفسار هستند یا خواهان تعلیق در ارتباط هستند یا میخوان در ارتباط توضیحات ارائه کنن، اگر کشیشی وجود داره، اگر آخوند نصرانی وجود داره، ما در خدمتشان هستیم. تا این برقراری تماس های بیننده ها، جناب استاد فاتح، باز هم به خدمت شما برمیگردیم و البته تناقضات موجود هنوز هم ادامه داره. فکر کنم یک دو سه مورد دیگه باقی مونده که انشالله اگر فرصت بود تمام میکنیم و در برنامه آینده و بحث دیگر انشالله باز خواهیم کرد. خب جناب استاد بفرمایید مورد بعدی را تذکر بدید. این تناقض که میخواین در موردش صحبت بکنیم در مورد اعمال رسولان هست، فقط در یکی اعمال رسول، فقط در خود سفر اعمال رسولان، یعنی جای دیگه منتقل نمیشین که بگین در میان دو تاست، بلکه فقط یعنی در اعمال رسولان موجود در خود داخل اعمال، در خود اعمال رسولانه. اول آیه فصل 9 آیه 7 باز میکنین، میبینین که چی میگه. بله، این فقره 7 این باب یا فصل 9 هست، آیه 7. بله. اگر اجازه بدین از کمی جلوتر شروع بکنین بهتره، از آیه 3 شروع بکنم. بله. اولا اینجا میگه پولس دشمن مسیح پیرو مسیح می شود، یعنی خود عنوان را که میگذاره. بله. اینجا میگه پس او رهسپار شد در راه در نزدیکی دمشق، ناگهان نوری خیره کننده از آسمان گرداگرد پولس تابید. 4 به طوری که بر زمین افتاد و صدای شنید که به او میگفت پولس پولس چرا اینقدر مرا رنج میدهی؟ پولس پرسید آقا شما کیستید؟ آن صدا جواب داد من عیسی هستم، همان کسی که تو به او آزار میرسانی. 6 اکنون برخیز به شهر برو و منتظر دستور من باش. حالا اینجا 7 این مهمه. همسفران پولس مبهوت ماندند چون صدایی میشنیدند ولی کسی را نمیدیدند. صدایی را میشنیدند و کسی را نمیدیدند. این نکته را یادداشت کنید. اینجا خب این نکته را یادداشت کنید. صدایی را میشنیدند و کسی را میشنیدند و کسی را نمیدیدند. جزاکم الله خیرا. این آیه 7. میرین به سراغ همین سفر اعمال رسولان. در باب 22 دفاع پولس. بله. دفاع پولس آیه 9. دفاع پولس باب 22 دفاع پولس که از خود دفاع میکنه. بله. میگه که من چیگونه آدمی بودم. از آیه 3 شروع میکنه. میگه من نیز مانند شما یهودی هستم و در شهر ترسوس قیلیقیه به دنیا آمده ام. ولی در همین اورشلیم در خدمت غمالایم تحصیل کردم. در مکتب او یاد گرفتم احکام و آداب و رسوم دین یهود را دقیقاً رعایت کنم و خیلی مشتاق بودم که هر چی میکنم به احترام خدا بکنم، همچنان که شما نیز امروز سعی میکنید انجام دهید. من پیروان عیسی را تا حد مرگ شکنجه و آزار میدادم، مردان و زنان را دستگیر و زندانی میکردم. 5 کاهن اعظم و اعضای شورای یهود شاهد هستند که آنچه میگویم راست است، زیرا از آنان نامه خواستم تا به سران یهود الی آخر بیاین اینجا. بله. آیه 6 یا فقره 6. وقتی در راه دمشق بودم نزدیک ظهر ناگهان از آسمان نور خیره کننده گرداگرد من تابید. همچنان که در اونجا میگفت که نور آمد گرداگرد این پولس را گرفت، به طوری که روی زمین افتادم. خیلی خوب. و صدای شنیدم، درسته تا اینجا، که به من میگفت پولس چرا اینقدر مرا آزار میدی؟ خیلی خوب تا اینجا هم درسته. پرسیدم آقا شما کیستید؟ این هم درسته. فرمود من عیسی ناصری هستم. اونجا نگفت من عیسی ناصری هستم، همان که تو را آزار میرسانی. این هم درسته. بله. امراهان من نور را دیدند ولی از آن گفته ها چیزی دستگیرشان نشد. متوجه شدید؟ در اونجا چیز دیگه بود. همسفران در اونجا صدایی را شنیدند چیزی را ندیدند. اینجا میگه نوری را دیدند و صدای را نشنیدند. یعنی چی؟ این پولس دروغگو بوده دیگه، خیلی دروغگو، آدم خائن. صدا را میشنیدند. بله بله. اینجا تقریبا ادعای پیامبری هم میکنن. حالا خیر این خب میگه عیسی مسیح بوده، خیر اشکال نداره.
اینقدر به این گیر نمیدیم. حالا نکته ای که این پولس یا دروغ میگه یا این کسی که اعمال رسولان رو نوشته دروغگویی بوده. اون که نوشته از این نقل میکنه که اون مردم چیزی را دیدند، صدایی را شنیدند و چیزی را ندیدند. اما پولس وقتی خودش داستان خود را نقل میکنه میگه نه، از خود دفاع میکنه. اونها دیدند، نوری را دیدند ولی چیزی دستگیرشان از صدا چیزی دستگیرشان نشد، یعنی نشنیدند. یعنی صدا را تنها خودش شنید. بله، صدا را خودش تنها شنید. کدام یکی درسته؟ یعنی در یک سفر جناب استاد، این در اعمال رسولانه، فقط در فاصله بسیار کم، اون باب 9 این 22، یعنی فاصله بسیار کم. شاید خودشون تقریبا داشته باشن در این مورد. یعنی چی توجیه میتونن داشته باشن؟ در حقیقت ما خب منتظر همینی که توجیه بدن. یعنی چی؟ این واقعا صدا رو شنیدن یا نشنیدن؟ چیزی را دیدن یا ندیدن؟ یعنی کلا متناقضه. اون نقل میکنه، لوقا نقل میکنه که این خودش افتاد و خیلی خوب اینها افتاد، خیر اشکال نداره، افتاد و نمیدونم اونها صدای را شنیدن و مبهوت شدن ولی چیزی را ندیدن. این میگن نه، اونها نوری را دیدند و ولی از صدا چیزی دستگیرشان نشد. کدام یکی درسته؟ پس معلومه که این یک تناقض بسیار شدید و تناقض بسیار واضحی در این وجود داره که غیر قابل جبران هست و غیر قابل حل که آن را بتونه کسی حل بکنه که این راست میگه یا این راست میگه. عموما یک تناقض نیست استاد. ما تقریبا این تناقض 17 بود که ما تذکر دادیم یا 18 تقریبا، اگر من درست دقیق یادداشت کرده باشم. اینا به کدام یک از تناقضات جواب میدن یا اینکه نادیده میگیرن؟ نادیده میگیرن. به هر حال خیلی برای اینها راحته که ماسمالی بکنن و موضوع رو اصلا بپوشانن که انگار نه انگار چیزی هست. اما اگر این کسانی که مثلا در رأس نصرانیت یا دکانداران نصرانیت هستن، اینا اگر ماسمالی بکنن، اما فکر نکنم عقلای نصرانیت، کسانی که دنبال حقیقت هستن، از این موضوع به سهولت و آسانی بگذرند. اونایی که البته دنبال حقیقت هستند شاید هم وادار شوند این سوالاتی که مطرح میشه، تناقضاتی که از طریق برنامه مطرح میشه، انشالله که وادار کنه تا اعمال عقل صورت بگیره، اینها مطالعاتشان در ارتباط به اقتدا به دین خودشان تمرکز ببخشن و دنبال حقایق بگردن و بالاخره از الله متعال برای کسایی که دنبال حقیقت میگردن طالب هدایت هستیم. هدایت مسئلت داریم که راهشون روشن کنه و برای مستقیمشون هدایت کنه. اگر اجازه بدین من تماسی را میگیرم، بعد در خدمت شما خواهد بودم. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. من میخواستم با این کارشناستون صحبت کنم. بفرمایید. شما کارشناس دارن، صدای شما را میشنون. بفرمایید. خود البته ابتدا اگر میشه خود معرفی کنین. خواهش می‌کنم. من سرباز هستم. سرباز؟ بفرمایید. شما از کجا صحبت میکنین؟ من از ایران. بفرمایید. بله، این که پولس فرمودن، این پولس هم با چشم سر دیده این مسائل و هم با چشم دل، چون که اون مردم اونجا فقط چشم دوباره اگر آقای گرامی اگر دوباره میشه همین حرفتان تکرار کنین. ببین، این پولس پیامبر بوده، روح القدس بر قلبش تابانده، اون حرفا را شنیده، از راه هم شنیده. پولس پیامبر بوده. نوری دیده. آره. شما بله، من فهمیدم که این برادر چی میگه، ولی حرف ما اینجاست. این میگه که ایشان میگن که گویا پیامبر بوده. در اون زمان پیامبر نبوده، چون خودش میگه من یهودی بودم و اون صدا هم آمد که چرا من را آزار میدی. اصلا اینجا حرفی از پیامبری نیست. باز در ضمن سوال ما اینه که در اون خود پولس چی میگه؟ اصلا لوقا وقتی که نقل میکنه در اعمال رسولان میگه اون مردم صدا را شنیدن، اما وقتی پولس میه نقل میکنه میگه صدا را نشنیدن. حرف ما اینجاست، سوال ما اینجاست. این که پولس با چشم دل دید و با چشم حسی دید، این حرف ما نیست. شنیدن آقای سرباز؟ بله من نه، در انجیل تناقضات زیاد وجود داره. حرف ما اینه جناب استاد، همین سوال را دوست عزیز ما خوبه که دقت بکنن که از یک جهت این آقای لوقا میگه صدا را شنیدند،
اما وقتی پولس می داستان خودش را نقل میکنه میگه چیزی از صدا دستگیرشان نشد. سوال ما اینه که آیا صدا را شنیدن یا نشنیدن؟ اون که پولس چی اتفاق افتاد این یک بحث جداه. سوال شنیدن؟ بله ببین این چند نفر از مردم، همه مردم نشنیدن، فقط یه چند نفر شنیدن. خب این تعبیر اونهاست دیگه. یعنی چی؟ من متوجه نشدم آقای سرباز، من میخوام قناعت کنم، من را قناعت بدین. خب فکر کنم حتی خود آقای سرباز هم گفتن که در ضمن کلامشون که البته تناقضات وجود داره. نه اینها میخواستن فکر کردن که ما یک گوشه گرفتین، گفتن باشه یک ماسمالی بشه که پولس پیامبر بود. اولا اینجا خب پیامبر نبود، چون خودش میگه که من یهودی بودم و حتی عیسی مسیح برای من گفت چرا من را آزار میدی. متوجه شدین؟ اینجا هنوز بحث پیامبری مطرح نیست. خب اینجا بحث پیامبری اولا مطرح نیست. ثانیاً این که با چشم دل دید یا با چشم سر دید این یک بحث جدایی هست. ما سوال ما اینه که لوقا در همین میاد در مثلا باب 9 وقتی که داستان پولس را نقل میکنه، اون خود چون اعمال رسولان همینه که داستان کسانی که به هر حال فرستاده شده های عیسی مسیح بودن یا حواریون بودن اینها را می نقل میکنه. وقتی به پولس میرسه که اگر چون از حواریون نیست یک آدم خائنی بوده، خب به هر حال وقتی می داستان او را نقل میکنه میگه که مردم صدا را شنیدن ولی چیزی را ندیدن. بله. اما پولس میگه نه، نوری را دیدند و صدا چیزی دستگیرشان نشد. حالا ما حرف ما اینه که لوقا راست میگه یا پولس راست میگه؟ کدام حرف ما اینجاست. بله. سوال ما اینجاست. خب البته تماس با یا قطع شد با بیننده ما. امیدوار هستیم که تا 5-6 دقیقه که از وقت برنامه باقی مانده دوباره تماس بگیرن. خب جناب استاد فاتح گرامی، این مورد از تناقض هم به پایان رسید. اگر به مورد بعدی اشاره کنین تا این برقراری تماس بعدی. بله. که البته اگر اجازه بدین تماس برقرار شد میگن. امیدوار هستیم که آقای سرباز باشن. بفرمایید. سلام علیکم. بله سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گرامی خود معرفی بکنین، از کجا صحبت میکنین، اگر در ارتباط با موضوع برنامه گفتنی دارین در خدمت هستیم. ما از افغانستان تماس گرفتم، میخواستم امروز استاد یک سلام علیکم کنم. دین حضرت عیسی کو عموما تغییر کرده، حتی دین شیعه ها کو نزدیکتر است او که هیچ هم نیست. تشکر. گفتنی دیگری دارین؟ زنده باشین. سلامت. تشکر از شما. خب جناب استاد فاتح، البته وقتی برنامه ما 3 دقیقه بیش نمانده. یا آقا گفتن دینی که امروز به نام دین تشیع مطرح است میگن تغییر کرده، دین مسیحیت که حتمی است، یعنی در اون شک نیست. بله متاسفانه جناب استاد وقتی شما در باب ملل و نحل یا فرق یا ادیان وقتی که این مسائل را مطالعه بکنین میبینین که متاسفانه در هر جای یک دستی بوده. مثلا در مسیحیت وقتی گمراه میشه، به گمراهی کشیده میشه همین آدم که امروز به اون قدر احترام گرفته میشه، همین آدم پولس که بعدا ما جنایات او را میگیم و بدعاتی که این در دین عیسی مسیح به وجود آورد که اصلا سابقه ای نداشت، از جمله تسلیس و صلیب و مسائل دیگر که اینها متاسفانه بعدا اضافه شده. و شبیه این وقتی در دین اسلام هم میایم همیشه این همین فرد پولس عبدالله ابن سبع یهودی آمد، بعد مذهب تشکیل داد به نام مذهب رافضه که شروع کرد به سب و شتم صحابه پیامبر، چون اینها راویان دین بودن. توجه شده؟ امام ابو زرعه رحمه الله حرف بسیار خوبی داره، میگه کسانی که به صحابه پیامبر حد که حرمت میکنن و میتازن در حقیقت هدفشان صحابه نیست بلکه دینه. چرا؟ علتش اینه که اینها همین ها که قرآن را برای ما رساندن. با سند اینها قرآن به ما رسیده. اینها که سنت پیامبر را به ما رساندن. کاتبان وحی از جمله اینها. بله. اگر قرار باشه ما اینها را بزنیم، از بین ببریم، یهوده، برنامه یهودی، پروژه یهودی است. وقتی که ما صحابه پیامبر را بزنیم برای دین چیز دیگه باقی نمیمانه. دین از کی بگیریم؟ دین را باید ما از کی بگیریم؟ یا اینکه باید دین را تعطیل بکنیم، یا اینکه مجبوریم ما از همینها بگیریم که اینها کسانی هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم به اینها اعتماد کردند. پیامبر علیه الصلاه و السلام اینها را در کنار خود داشتن، از موفقیت های رسول الله و دعوت پیامبر تربیت کردن همچون افرادی بوده. لذا در دین مسیحیت هم که این فرد پولس یعنی پدر عبدالله ابن سبع یهودی، حالا نه که پدر نسبی او به هر حال پدر فکری او، اون هم یهود بود این هم یهود بود،
آمد دین عیسی مسیح را به تبعی کشاند. عبدالله ابن سبا فکر میکرد مثل پولس میتونه که تأثیری در دین اسلام داشته باشه، ولی فکر نمیکرد که اینجوری الله متعال در قرآن گفته که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. توانست که یک فرقه را، یک گروه کوچک، یک کتله، یک گروهکی بسازه، ولی نتونست که دین اسلام را تغییر مردم را، فکر یک بخشی از مردم را تغییر بده، دچار تحول کنه، اما هیچ وقت دین از بین برده نمیتونه. یریدون لیطفئوا نور الله. بله بله. والله متم نوره ولو کره الکافرون یا ولو کره المشرکون. تشکر میکنم جناب استاد فاتح گرامی که باز هم در برنامه حضور یافتین و انشالله که در برنامه بعدی بتونیم با موضوع جدید در خدمت شما عزیزان و سروران و گرامیان باشیم. تا آن دم و آن لحظه همه شما را به پناه الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.